در این زمان باید کس باور کردن درست میگویی. درست. بسم الله الرحمن الرحیم. این چیست؟ بدونم. زودتر گذارید، زودتر. اما بیایید زودتر. میدانم که همه شما مانده و خسته شده اید، لیکن برای خدمتی وطن و ملت وقت و ساعت نباید بهانه شود. یک گروه تروریستی نقشه بزرگی کشیده است. کنسول‌ها را زیر هدف قرار دادند. باید پیش راه آنها را گیریم. اما جای خودش را گرفت. گروه تروریستی باز یک نقشه دیگر کشیده است. در عرفه عملیاتی بزرگ قرار دارد. هدف آنها ترکاندن سفارتخانه‌های خارجی می‌باشد. خانه‌ای که شما باید با آنجا حمله کنید مرکزی نقشه‌کشی آنها می‌باشد. تمام نقشه‌های عملیات محض در همین خانه ترتیب داده می‌شود. خانه را خوب محافظت می‌کنند. در درون 5 نفر سلاح بدستند. آنها مثل ربات‌هایند. تیارند در این راه جان خود را فدا سازند. تصمیم گرفتند که عملیات را صبح انجام دهند. ما باید در وقت خوابشان حمله کنیم. در امان خداوند باشید. پلیس ها آمدن. زودتر خزد. پلیس ها در نزدی در میبوشن میآیند. خزد. پلیس ها آمدن. خزد میگویم زودتر شوید. بیدار شوید آخیر. کنی زودتر. کنی همه جای خودش رو گیرد. آدمه که آمدند از آنها را خوش آمدن میگوییم. کنی همه جای خودش رو گیرد. نزدی در رک شده مونید. زاد رفیقان می رویم. خداوند مددگارمان باشد. یا الله. رفیقان اینجا دام گذاشتند. احتیاط باشید. آنها انتظار ما هستند. همش را فهمیدم. فهمیدیم. وقتی که به خانه در آمدن همه اونها رو پرونید. نفری از اونها نباید زنده مونند. فهمیدید؟ من باید کامپیوترها را نیست کنم. شما آنها را آواره کردن گیره. مایش خان مدت‌های ضروری در روشنه بالا زودتر آنها را گرفتن لازم وگرنه نابود می‌سازند. در درون کسی ماند؟ تنها یک دختر است. عین حال او هم نمیتوانه سر دارم.
کشا در رو تقسیم شم میگویم برو بیرون زودتر در رو کشا میگویم زودتر گوش کن با یکون جا گریخته نمیتوانی بهترش تقسیم شو ما نمیخوایم که به تو یگون آسیب برسد از دو سر ما در رو شکسته به درون میدرویم یگان کار کردن نمیتوانید من از شما نمیترسم چی شد؟ عارف خودش رو در درون محکم کرده است دری آهنی ساختن بشرفان عارف چی گپ شد؟ خودش رو محکم کرده است که در آمدن نمیتوانیم حجت ها را نابود کردن میخواهد چی در آمدن نمیتوانیم ظریف در رو کشاده میتوانی؟ کشاده میتوانم اما وقتی زیاد را میتوانم اکا ما وقت زیاده نداریم باید هرچی زودتر در رو کشاییم برادر من این در را میکشایم چی کار میکنیم؟ کفشری اکسیژنی آقای مدیر مرا میشنوید؟ میشنوم یکی از آنها خودش را در درون محکم کرده است برای کشادن در کفشری اکسیژنی لازم نه سردارم کارلوس برای رفیقان کفشری اکسیژنی لازم شده است زودتر برده رسان تو این کارها را خوب می‌دانی سلامت باشید برادر تو با من بیا تلفن رو گیر آخیر خدایا وقتی همین است الو چرا تلفن رو نمیگیری؟ پلیس به خونه ما حمله کرد همه رو کشتن تنها من زنده ماندم فهمیدم والا در کجایی؟ خودم رو در داخل خانه محکم کردم در اومدنشون ممکن از خانه یکون چیز گرفتند؟ نه یکون چیز نگرفتن من در درون خانه هستم و درون در اومدن نمیتوانند مالش آرام شو تمام حجت های آنجا را نصف نابود کن مرا فهمیدی؟ بایش میکنم اما چی خیل در اینجا نگو گرد است و نه یکون چیز دیگر من چیکار کردنت را میگویم سردار مومه در مایلر سارا وضعیت در اینجا بد است تعینات مخصوص همه را احاطه کرده است برای کشودن در کفشری اکسیژنی آوردن وقت زیاد نداری هرچی زودتر باید این حجت ها را نصف کنی اگر لازم شود خودت میمونی فهمیدی؟ تو خواطر نشو من از مردن نمیترسم فقط گپ زن چیکار کنم کارلوس وقتی زیادتی نداریم زود باش فهمیدم اکا کوشش دارم جورا زودتر کشو همه را به خاک ای جوره یک دقیقه صبر کن از برای خدا آخر قوطی گوگیر نکشاده سودیم کو در این کلون پلودین است ای من قربان تو شوم ما یک گروه انسان ها یک دریچه را شکسته نتوانستیم و تو باشی یک دروازه بزرگ را در یک حمله زده شکستیم تو کی را در نظر داری ظریف؟ باز کی بشو آخر حضرت علی را در نظر دارم آیا حضرت علی نبود که دروازه بزرگ خیبر را شکست؟ اکای ساله آخر حضرت علی مرد به نهایت با قوت بودند اکا جان ما قوت آن کس را نداریم بله همین خیل بود بهوده نگفتند که از حضرت علی دیده مرد دلیر رو از شمشیر ذوالفقارش دیده شمشیر تیزتر و من اجازت میدادید که ها این در را میشکستم آرام بالتر آرام اکا تو از حضرت علی و ذوالفقار سخن کردی بالتا دیگر در جایش قرار نمیگیرد برادرها سومان چرا نامآمده است یگان کس خبر ندارد نمیدانم آیا یگان کس خبردار است؟ من هم خبر ندارم یگان حادثه رخ نداده است انشاءالله من حاضر می آیم سارا مرا گوش کن برای همه حجت ها رو نصف کردن یک راه داری در گپ زن خالین خونه را بردار در نزدیک دریچه آن را کشو گفتم شدم یک لحظه یک چیز است آن را گیر آیا اون چیزی گمان میکردم همان است؟ بله نباید یک حجت به دست پلیس را رسد حتی خود تو هم برای همین وقتی که به درون در آمدم بمب را میتر کنی نباشد مقصد دعوای ما ناپورا میموند اگر تو در این راه جان ندهی نسل آینده تو را همچون تروریست میشناسند برای فهمیدی؟ بله فهمیدم همه حجت ها را با پلیس ها میتر کنی آخر این رو چه خیلی میتر کنم؟ سخنهای مرا خوب گوش کن
الو سارا ما رو میشنوی؟ کجا شدی؟ گوش دارم همین جایم. چی شد؟ چی ترسیدی؟ نه نمیترسم من. نام تو در تاریخ با حرفای زری نوشته می شود. نگران نباش، جسور باش. تو دختر جسور دلیر هستی. تو همچون قهرمان میموری. چیکار کردنم رو گم سر عذر میدروین. بخیر است عارف؟ آقای مدیر از سومن یگون خبری نیست. میدونم تلفن کردم جواب نداد. آخر بسیار خواطر شدم. میلش باری دیگر زنگ میزنم، شاید بیمار باشد. او هیچگاه ما را به خبر نمیگذاشت. من یک ببینم. رفیقان مردم را از اینجا دور کنید. زودتر چی حادثه شده نشو نمیدونیم. خطر به پورگی رفت نشده. زودتر دور شوید. برادران از اینجا روید. زودتر پراکنده شوید. آخر اینجا جای تماشا نیست برادران. زودتر روید. عارف جواب نمیدی. تشکر سردار، تشکر. او کیست؟ در اینجا چی کار میکنم؟ این خانوم است که صدا را باید نزد ما بیارد. این توف را به تو میخورانم، فهمیدی؟ حتی از این بدترش رو میکنم، اما حاضر نه. یگان کار کردن نمیتوانی، حیوان! او را ببرید، ببندید دهانش را، حتما ببندید. رفیقانی من حتما تو را میابند. خیل میافته باشند ها؟ از بای تو، چون که مثل حیوان بای میکنی. میبینیم که کی را میابد. ببرید او را، از پیشی ندارم، ببرید. راکیان این کار وقتی زیاد را گرفت. دختر کاراشو تمام کرد، چای دم کرده، خوراک خورده ایستاده است. بولتا بلا برین در بوله سرم نیست. توبه کردم خدا. کمی صبر کن. کارلوس زودتر باش. ظریف چی کار کردی؟ در اون را دیده میتوانید؟ حاضر تمام میکنم. نوارگی را به درون دروازم. یگون کس را به اونجا را میکنه. عارف تو نزد ظریف را. خوب شد سکر. فهمیدم. گفته‌ات رو عیناً کردم. حالا چیکار کنم؟ اکنون چیکار کنم؟ باید وقتش رو معین کنی. چند دقیقه مانم؟ کی به درون میدرویند؟ من از کجا دونم کی میدرویند؟ میلش نباشد یک دقیقه کو. وای من نکن، آرام شو. با آنها کی بودن ما رو نشون میدیم. میخوام زودتر به انجام رسد. چیکار کردی برادر؟ کوشش کرده ایستادم اکا. این دختر چیکار میکند ظریف؟ اکا نمیبینم، با گمانم در دستش کامپیوتر است. بلا زند او را، همه چیز را برباد میدهد. کو کمی داخلتری خانه را نشان ده، شاید اگون چیز را دیده توانیم. کو ایست ظریف، ایستو. کمی خفا بیا. آن اینجا رو ببین. آیا این اصفا را از نزدیک دیدن میتوانه؟ اکا عارف بخیر است؟ چی شد؟ ها مایلا شکا. نه یگون مشکلی نیست.
مایلا شکر اطاعت کن آها اینان گفتی خدا تکن آخر ما گفته های خودت رو میکنیم میگوریزد دختر میگوریزد دختر تو عصبهای مرا خراب کرده ایستاده ای گریتون را ببرید نه از پاسبانی کنید نمیخوای خودی یک توماچه هست اون را زل کن همین قدر همش همین قدر ولی همش همین سارا تو را هرگز فراموش نمیکنم نام تو تا ابد باقی میموند در کیهان نام تو ابدی میموند حال پام نکردی نتوانی گپ زن یک راه دیگر یابیم حاضر تمام میشد کمی دیگر مون زودتر شد کی تمام می شود ولتا هنرات رو نشان ده کو کفاتری است بیایید کنی بیایید 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 بولتا زود باش کنی زودتر در رو کشو بیایید بیایید داخل بیایید یا الله بمب است در دستش بمب است همه در اینجا مرده میروید شما هم همراهی من نمیرید نه نکن هرگز این کار را نکن دیوانگی نکن اکنون دیر شد ولتا اجلمون اومد کلمه شهادت رو اکنون میخوام برای من فرخش نیست به سوال و جواب راست به جنت میروم همه اتون را میکشم نکن او را با من ده از همین خواب را بیر نمیدیدم مرده میروید همه اتون تو گفتن نکن او را با من ده اشهد ان لا اله الا الله و اشهد و من ان ده محمد میکنم رسول الله
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. چرا نترکید؟ چه خیل شد؟ بولتا آیا مردی؟ چشمهایم را گشویم. قلبم تعال میزند. من نبودم. دستال را بالای سر. چرا من زنده؟ برادرم زنده. چرا نترکید آخر؟ ای برادر دیش که ما نمردیم؟ سازده هیچ کس مثل تو در این دعوای پشت صادق نیست. بمب نترکید، اما وقتی که سلاح را به سرش ماندیم در حال تلخ کف شد. قریب در جایش تر میکرد. عارف تو چی کار کردی؟ من نگون کار نکردم اکی ساله. این برادر کرد. دخترک بیچاره را گمراه کرد. مرا فروختی. آرام شو. آرام شو. ایسا آرام شو. خاموش شو. ما در اینجا دمت را گیر. بازانو زن میگویم. آرام شو. خاموش باش. با سرم سلاح گذاشتن. دیگر چیکار میکردم؟ داد نزن. اما که در زنجک جوابی این کارت را میدهی. من به تو نشان ندهم. آرام باش. در جای نشین. آرام باش. اینها رو ببرید. خز. حاضر من به تو نشان میدهم. ظریف میشنوم. این بمب رو گرفته تحقیق کن. همه را جمع کرده به شعبه استخبارات دید. اطاعت کرد. رحمت عارف. سلامت باشید اکا. با تو هم تشکر برادر. رفیقان مبارک شود. مبارک شود. آفرین رفیقان. حلالتان باد. تشکر آقای مدیر. سلامت باشید. سردارم از سومن یکون خبری هست؟ به خدا نیست عارف. زنگ زدیم نیافتیم. اگر یگان امری نباشد من از پی او میشوم. مایلش رفته بین. دیشب من هم زنگ زدم جواب نداد. کلیدی خونه‌اش رو به من داده بود. اگر خواهی من هم میروم لباسهایم رو گیرم. مایلش بیا میرویم. من هم میبرایم. باید با محکمه رود. صالح چی گپ شد؟ زنی من باز شکایت کرده است. با محکمه داده است. این مراتبه برگشت ندارد. 1 ساعت پس سری سود میبرایم. ما همراهی تو میرویم اکا. تو رو تنها نمیگذاریم. تشکر. نباشد بیایید میرویم. رفیقان جمع شوید میرویم.
آریف گفتنی نابکار رفیق ما را کشته بود. جواب این کارش را میدهد. وقتی که آریف را دیدم از دستش میبوسم. چنانه که میبینم مهر و محبتتان به یکدیگر زیاد است. آیا عاشق هستید؟ صدا را امشب انتقال میدیم. احتمال این کار به دوش گروهی تعیینات مخصوص باشد. فهمو این خیلی باشد آماده میشویم. چقدر که میخواهید تیاری دیدن گیریم. از دستتان یگان کار نمیآید. رفیقانی من را زنده به زنده میگراند. میبینه نیتی تروریستان شما و آن دختر رو ترک کنیدن بود ها؟ حیف است آخر، گناه است. جوانان را گمراه میکنند. چرا گمراه میکند؟ شاید خودش این راه رو انتخاب کرده باشد. ممکن مخصوص میکند. نخواد که آدمیزاد برای این گونه کارها جان خودش را فدا کند. آخر شما هم خودتان را فدا میکنید یا نمیکنید؟ اگر ما بمیریم شهید میشویم. آخر سرداری تروریستان نیست، با آنها وعده شهادت را میدهد. خانم فیضیه شربت شهادت را چشیدن هرگز کاری ساده نیست. شهید شدن به هر کس میسر نمی شود. بین شهیدان شما و آنها چی فرق است؟ خودتان فکر کنید. شهادت مقام خود را دارد. وقتی که ما کشته می شویم البته برای راه حق، حقیقت و راه خداوند جان می دهیم. اما آنها در کدام راه کشته می شوند؟ در راه غرضهای ناپاک و جهالت و فسادکاری کشته می شوند. هرگز این گونه فکر نکرده بودم. راستی گفت سخنهای شما هم اثبات میخواهند. ایمانداری حاجت به اثبات ندارد. یا ایمان میاری یا اینکه نمیاری. اگر انسان با چشم خرد اندیشه کنه همش را البته اثبات میکند. نباشد حالا من از زمره خردمندان نیستم. ما هم نمیدانستیم. ما را آموزاندند. شاید نفری پیدا شود که شما را هم آموزاند. به صبرانه منتظرم. بعد گردش به طرف راست. سومن خدایا توبه، این دختر به کجا رفته باشد؟ خبر همه نداد. زنگ هم زدم جواب نمیدهد. خودش هم زنگ نمیزند. آخر این خیر کار نمیشود. نه با گمانم که به خانه ندار آمده است. انا بین جایگاه خوبش با ترتیب است. به خدا که حاضر دیوانه میشوم. گویا زمین کفیده باشد و به خری آن فرو رفته باشد. ها عارف، به سر من یک فکر می آید. چی می آید؟ میدونی چی؟ دیشب با من از سلیم سخن کرد. سلیم؟ چی گفت؟ با گمانم که سلیم مرده است گفت. همین خیلی فهمیدم. اما انیخ نمیدونم. به نظرم که خودش را در این کار گناهگار میحسابد. این فاجعه را تا حال از سرش دور نکرده است. این اشپاز از کجا پیدا شده؟ از کجا پیدا شد؟ نمیدونم. شاید به این کار یگان علاقه دارد. چرا محض به شما این حادثه را نقل کردن؟ چرا به شما نقل کرد؟ بعضا انسان برای دردش را گفتن هم صحبت میکنند. از من دیده دوگانه خوبتر میدونم نیست. شما روانشناسید، لیکن به همه کار دخالت نکنید. میلش شرط نیست که به غضب بیایی. من خواستم کمکتون کنم. اکی ساله غمگین نشوی. انشالله همش به خیر می شود. فکر خودم را نه، فکر دخترم نازیه را دارم. ظریف اکی ساله راست میگویید. ینگم کاری خطا کرد. سببی دیر رفتن شما به خانه معلوم است. آخر شما در طرف خانه ها نمیگردید کو. در این زمان شخصانی میزده از ما دیده بالاترند. افسوس که این گونه حقیقت ها بسیار تلخ می شود. اکا شما نگران نشوید. ما نازیه را هرگز به دستی گلروی بی فراست نمیدهیم.
مادر دادا جان خیریت برای اویلاتون وقت پیدا کردید. این هم در روز جدا شویتون. بیا دخترم اینجا بیا. سلام سوله. رفیقانت رو جمع کرده آمدی. آیا قوه خودتان رو نشاندهی آمدید؟ تو کی رو میترسونی؟ ینگز برای خدا چه خیلی سخن است. نخواد که ما شخصانی بد هیبت باشیم. از کار آمدیم. رفیقان بیاید بهترش ما برویم. با یگان جا نمی روید. در اینجا می ایستید. خوب شده سرداری. دعواگر سعادت صابیر رفتیم. گناهگار صالح صابیر خزیدکا بیا که بیا دختره که زیبایم. رفتیم از اینجا. نه من در نزدیک هایم می نشینم. رفتیم دخترم در یک جای دیگر می نشینیم. من در اینجا می نشینم. یک روی نکن میگویم دخترم. افا بگذار نازیه اینجا بنشیند. نازیه اینجا بیا گفتم. با نازدن بیا گفتم. رفتیم دخترم در دیگر جا می نشینیم. یک روی نکن گفتم دخترم. بیا با نازدن بیا. فراموش نکنید که شما در حضور سود قرار دارید. آقای سودیا نبیرم رو گرفتند. نه مخی سودیا من در اینجا نشستم میخواهم. منو مجبور میگیرند. اینجا بیا. سردید مایلش هر جایی که میخوای نشستن. شما هم آرامانه در جایتان شینید. بولتا آیا امسال رنگ بنفش مد شده است؟ با خانم نظر کن بسیار زیبیده است. بنفش رنگ نیست. بنفش کبود مود است. دیگرش هست. خانم چرا از آقای صالح جدا شدن میخواهید؟ آخر کدام از سببهایش رو نقل کنم. سحر بر وقت از خانه میبراید. شب کی آمدنش معلوم نیست. همیشه منتظر تلفن هستم. همیشه در ترس هستم که خبری ناخوش میآید. نه حقوق شوهرداری رو به جا میآورد و نه حقوق پدری رو. اما کی سودیا من از پدرم یگان شکایت ندارم. بهترین پدر می باشند. در دنیا این خیلی پدر نیست. به زمین قدر زحمت و کارهایش درآمدی او 2-3 تنگه بود. تا آخری ماه به یک عذاب برای آذوقه می رساندم. اگر مادرم نمی بود باور کنید گرسنه می موندیم. خلاصه من جدا شدن می خواهم آقای سودیا. آقای صالح این سخنها راستند؟ راست میگوید. شما چی کارید؟ سرباز هستید؟ کارمند تعیینات مخصوص میباشم. پس چرا این رفتار میکنید؟ خانمتان رو چرا میرنجانید؟ خدا رحمتی پدر و مادرم میخواستند که پلیس شوم. دل آنها را رنجاندن نخواستم. شکر خدا که کالج پلیسی و حربی را با دیپلم اعلی ختم نمودم. محبت وطن و ملت هم زیاد شد. با تعیینات مخصوص در آمدم. سالهای دراز در کوه و پشتا با غارتگران مبارزه می بردم. شب و روز نگفته خدمت می کردیم. فکر معاش را هم نکردیم. خداوند خودش دانست.
به هر حال من زن خودم را دوست می‌دارم. اما راست میگوید زندگی که میخواست مهیا کرده نتوانستم. قبول دارم من پدری مکمل نیستم. فرزندان مردم به خطر خواب کنند گفته در فکر حمایه آنها شده وظیفه پدری را اجرا نکردم. حقش را حلال کند. از شما یک خواهش دارم. مرا از دخترم جدا نکنید. التجا دارم. خانم این مرد حقیقت گو و جوان مرد بباشد. آیا شما از همین خیل مرد جدا شدن میخواهید؟ بله آقای سودیا. کار و وظیفه‌اش از سرش ماند. آقای سودیا من توکل به خدا کردم. اگر توکل به خدا کنی یگان مشکلی نمی شود. تو چی ها میگویی ساله؟ خاموش. دخترم آیا تو یگان شکایت از پدرت داری؟ البته دارم آقای سودیا. نبیرم یک روز خوش را ندیده است. خدای توبه دردی سرمان شدی کو؟ در جایت نشین نباشد به بیرون نبرم. گوش کن من رفته این سعودیه را با آغوش میگیرم. مردی حقیقی بوده است. پیش رو هم را نگیر. پیش رو هم را نگیر. عجیب انسانی خوب بوده است. قسم میخورم که حتی من شرم کردم. گپ زن دخترم آیا شکایت داری؟ نه امکی سودیا شکایت ندارم. پدری من بهترین پدر در دنیا می باشند. شما با لباسهای کاریشان نظر نکنید. پدرم مردی رحمدل و مهربانند. امکی سودیا ما را از دیگر جدا نمیکنید. همین خیلی نه؟ دخترم ما قانونها را رعایت میکنیم. از پیش خودمان قرار برآورده نمیتوانیم. قرار سود عالی. خانم نویس محکمه طلب جدا شدنی زن و شوهر حاضرین را صرف نظر گرفته برای رعایت نکردن حق و حقوق‌های عائلوی قرار جدا شدن آنها را می‌دهد. از این پس دعواگر سعادت صابر با خواست خود از شوهرش صالح صابر جدا می باشد. نازه صابر باشد با مادرش زندگیش را دوام داده روزهای استراحتی به نزد پدرش حق رفتن دارد. این است قرار سود عالی. زندگی کردن دخترچه همراه مادرش هم برای او و هم برای تو خوبتر است. غمگین نشو. رفتیم. خدا را شکر. دادا جون التجا میکنم دادا جون ما رو تنها نگذارید. من همراه شما زندگی کردن میخواهم. دخترم سودیا رو شنیدی؟ از دست ما یگان کار نمی آید. غمگین نشو. روزهای استراحت یک جا می شویم. بیا دخترم می رویم. مادر جون
التجا میکنم جدا نشوید مثل پیشین یک جویا شوید زاری میکنم مادر جون التماس مادر جون رفتیم بیا دخترم رفتیم میخیل نگو خدا نشان ندهد چرا شما کاردار میشوید همش عیبی شماست فهمیدید محمدانو بسیار گپ نزن زود شب راه گرد زودتر میرویم راه گرد اکی سالی غمگین نشوید همش خوب می شود من این گروه رو باب میکنم حالش رو بد میکنم دادا جون شما را هرگز تنها نمیگذارم من هم تو را تنها نمیگذارم همیشه با تو هستم مرا شنیدی هر گاهی که خواهی در نزدت میشوم در نزدت میشوم نازیا ایست تو با من تهدید میکنی؟ بله یا توبه سوله التماس میکنم بس کن دخترم از گپی مادرت نبرو مایلش آنها رو غمگین نکن روزهای استراحت یک جا میشه مایلش دادا جون نگران نباشید دخترم رو خوب نگاه بین کن اگر با او ضرری رسد میدانم با تو چی کار کنم خواطر نشو با او غیر از تو کسی ضرر نمیرساند رفتیم دخترم رفتیم دستهایت رو میکشایم باز فکر یگان نامعقولی را نکنی نباشد به سرت تیر میخوری از آنی که خوراکی شما رو خورم از گرسنگی مردنم بهتر است ایستا من را مجبور نکن نمیخوام که با چهره زیبای تو یگان آسیب برسد نخورد هیچ گپ نه او را ببنده تو از سخنت نمیگردی ها همین خیل نه؟ نه من نمیگردم من مثل شما ابله نیستم حیف میشوی کنی بینیم وقتی که جسد تو رو عاشقت بیند چی کار میکرده باشد؟ هیچ کار نمیکند برای شهید شدنم نماز شکر میخوند نبینه آیا از سومن یگان خبر نیست؟ نیست در خانه هم نیست دیوانه شدم به کجا رفتنم را نمیدانم
شما چیکار کردید؟ با محکمه رفتیم. اکای ساله از زنش جدا شد. نه خدا خودش داناست. من او زن را ناز نمیدیدم. من هم اکا. میرویم. مشکلی نیست؟ نه نیست. کارلس آیا یگان خبری هست؟ نه اکا همش تینجو امونی است. میتوانید بیروید. من تو بر این انسان ها را نقص نمی بینم. با کوه و پشت برآمده به ملت و وطن خیانت میکنید. آخر آدم بر این عقلتان را استفاده برده. نباید به این کارا شریک میشدید. بولتا بس کن، حالا وقت این کار نیست. آماده اید؟ میرویم. کنی راه اکا اینها کجا شدند؟ چرا نمی برایند؟ خدا را شکر. سومن زنگ میزنم. سومن زنگ میزنم. بله. سلام رسول. البته میرسانم. الو سومن در کجایی؟ به خدا از انتظاری قریب که میمردم. برای مردن سراسیمه نشو. وقتی مردن هم میآید. تو کیستی؟ به خاطر آوردی. کمی فکر کن. نو روبرو شده بودیم. بازار؟ چرا تلفن سومن در دستی توست؟ او در کجاست؟ با او چیکار کردی؟ هرگز به رفیقانت گپ نزن. نفری که انتقالش میکنید صدام بباشد. من هر یک قدمی تو رو نظارت میکنم. سومن در کجاست؟ گپ زن. او در کجاست؟ گپ زن. در همین جاست. عارف گپی او را گوش نکن. شنیدی؟ انتظار شو. گوش کن پلید. اگر با یک تاریموی او ضرری رسد تو را پاره پاره کرده جسدت رو نزد سگان میپرتایم. مرا فهمیدی؟ آرام شو عارف، آرام شو. نباشد سومن حیف میشود. تو از من چی میخواهی؟ گپ زن. چی میخواهی؟ گپ زن میگویم. صدا را به نزد من میاری. با عوض صدا سومن رو میگیری. همش هم من او را چخیل به نزد تو بیارم. آخر او را نمیدهند. نباشد مجبور بیار. ای رسیل، مگر من رفیقان خودم را پرونم ها؟ هیچ گپ نه. اگر لازم شود میپرونی. گوش کن عارف، برای من فرق ندارد. سومن را صحت و سلامت دیدن خواهید. صدا را به نزد من میاری. با تو باز زنگ میزنم. علاوه بر این غیر از تو صدا دیگر هیچ کس را دیدن نمیخواهم. عارف هرگز این کار را نکن. نباشد دختر میمرد. باور نکن. عارف عارف بیا میروی. خدایا خداوندا، اکنون من چیکار کنم؟ با تو باز زنگ میزنم. علاوه بر این غیر از تو صدا دیگر هیچ کس را دیدن نمیخواهم. خدایا به من قوت ده. التجا میکنم. اکا بیا رفتیم. مایلش ظریف. خوب من میروم. سلامت باشی. عارف من یک چند کاری رسمی دارم. کار به عهده شما. خوب شده سکر. ما حال میکنم. مرا ببخشید. دیگر چاره ندارم. های کن رفتیم. کنی بینیم عارف تو را چگونه قدردانی میکرده باشد. برای من شده او هرگز به وطن خیانت نکرد و نمیکند. با یار دوستانش نیز این چنین. فهمیدی؟ یا با محبوبش خیانت میکند یا اینکه با یار دوستانش. اختیار در دست اوست.
هرگز این کارو نکن. آرامش نکن. کارلوس، بازی بشکتاش با کدام حساب تمام شد؟ 3-1 بشکتاش غالب اومد. تشکر. خوب هستی؟ بله، چرا پرسیدی؟ نمیدونم. پریشان حال می نمایی؟ نه، یگان مشکل ندارم. در فکر سومن هستی؟ از او خبر داری؟ اصلا دارم. کارلوس، ماشین رو نگاه دار. اکا چیکار میکنی؟ تو دیوانه شده ای؟ آری، این چیکار هست؟ دیوانه شدی؟ چیکار میکنی؟ کارلوس، ایستا گفتم. ایستا. التجا میکنم. چیکار میکنی؟ اکا یاری چیکار میکنی؟ سلاحت را با زمین ما. آخر وقتی شوخی کردن چه خل شوخی؟ رفیق خان، من شوخی نمیکنم. این آدم برای من در کار است. من نمیخواستم که این خل شود، اما دیگر چاره ندارم. او شاهدی مخفی است. او را عقی بردن نداره. امانتی ما میباشد. شاهین، من این آدم رو میبرم. به یگان جا نمیبری. تا من را نکشی نمیبری. از برای خدا سلاح را پرتایید. یگان حادثه میشود. کارلوس! کارلوس! کارلوس ایستا گفتم. اکا خوب هستی؟ با طرفی راست ایستا. آیا در نقشه این که کار بود؟ نه، نبود. بخیر است. شاهین، تو نمیفهمی. این آدم برای من لازم است. برادر، سلاحت را گیر. اکا سلاح را پرتو. شاهین، تا 3 حساب بکنم. گپی من 1 تا است. شاهین. ای برادران، از حد گذراندید. شاهین! اکا یاریف دلم نمیشود. کسی دیگر میشد که ایوان میپراندم. شاهین! شاهین، من شوخی نمیکنم. یکی از ما کشته میشویم. سلاحت را پرتو. زودتر میگویم. زودتر باشد. زودتر میگویم. ماشین را خالی کنید. زودتر. خیر است؟ چرا فرامدیم؟ ما خود نفرامدیم. عارف مجبور کرد. بسوی من سلاح کشید. تو چه ها میگویی؟ چی گفتنت را میدانی؟ تو مرا جنگ نکن، عارف را جنگ کن. فهمیدی؟ پلیدی نابکار. ببین از پشت تو با چی کارها دست زدم. بسیار کاری عالی جناب کردی. دمتو گیر. از آنها خلاص شدیم. دیگر هیچ کس نماند. از پشت تو برای خانم خیانت کردم. هم خودم را سوزاندم، هم آنها را. اما اگر بازار حیوان را دستگیر کنم. خواهشت را اجرا کردم. رفیقه در دستی من است. هیچ کسی دیگر نیست. حالا تلفن را با او بده. نه، کپ زن. صدا. خوب هستی برادر؟ من با کجا رفتنم آن را میدانم. بسیار خوب برادر. بسیار خوب که به کجا آمدنت را میدانی. راه را با او بگو. با طرف چپ میگردی. تلفن را به من بده. در گردش اول با طرف راست میگردی. فراز باشید. فراز. دوریستید نباشد را میکشم. به خفا روید. زودتر به خفا. عارف چرا این کارا کردی؟ چرا مرا گوش نکردی؟ مگر تو را تومه این سگان میکردم. آخر درد اینها این من هستم. پس مشکلشان را باید با من حل کنم.
حقیقت مرا به حیرت آوردی. زودتر آسد ده، زودتر. سر ده بگم، من همون آسد بدیم. برادر بزرگ، او را سر ده. من هم نفسم رو راست. یک خواهی ببخشید. برای تو با این خبر کسی جاسوس. نفس گرفتن حرام است. تو چی ها میگویی بزرگ؟ میگویم که به قهر دوزخ میرم. سلاحت را پرتا عارف. پرتا میگویم. پرتا. سلاحت را پرتا. دیدی؟ او از تو دیده با عقل‌تر است. گپی گفتم رو دو نمیکنم. کلی گپ زن. اول کدام شما رو کشم؟ تو رو یا کی او رو؟ گپ زن. یا اینکه عاشق و معشوق یک جا در آغوش گرمی یکدیگر این دنیا را پدرود گفتن میخواهید؟ ها؟ در چقرچه یکی از رفیقان شما را نمیخل کشته بودم. زخم برداشته بود. من نزدش رفتم زاری میکرد. دروغ نگو پلید. یکون رفیق من پیشی تو برای سگ زاری نکرده اصلا نمیکند. سلا را نمیخل کشیده راست کردم و پراندم و تیر به پایش رسید. آمده مکه عارف. سوما آدمی خواب را این هوشم. عارف اگو رسد. سومان خوب هستی؟ خوبم. مایلش بس کنید. تیر به دیگر جا رفته است. خوبی؟ این دفعه گریختن نمیتوانی. تو برو میشنوی. اگر در خری زمین هم پنهان شوی تو رو رفتم میکشم و با جهنم میفرستم. برام میشنوی؟ بر تو نگفته بودم که قصاصی برادرم را میگیرم. عارف خب بستی عارف مرا میشنوی؟ ظریف نامز دلش کار میکنم. عارف برادر یاری تجلیل راجع کردم. عارف مرا میشنوی؟ یاری تجلیل را زنزدن لازم. برادر یکون چیز نشده است. بیهوش شده است. واهمه نکنید. ماش عیبی من شد. آرام شو سومن. عیبی من شد. اکای عارف تو مرا میشنوی؟ سومن آرام باش همش خوب میشود. عیبی من شد. سومن آرام شو. یکون گپ نیست. یکون کار نشده است. آرام شو. اینجا آمد. شاهین سومن را از اینجا بر. بس کن یکون گپ نیست. بس کن. اکا یاری تجلیل آمد. بولتا بیا. آرام شو. برای خدا آرام شو. خودت را به دست گیر. آیستر. عارف چی خیل است؟
نمیدونم آقای مدیر. در بیمارخانه معلوم می شود. با خواست خداوند شفا می‌یابد. سومن تو چی حال داری؟ سردارم من خوبم. من هم همراه عارف رفتن میخواهم. رو تو هم رو. سوار شو. رفتیم. عارف چی شد؟ کنی فهمانید؟ بازار گفتنی بیشترف سومن را دزدیده بود. عارف را زنگ زد. گفت که صدا را به نزد من می‌آید. چی شد؟ عارف با سوی من سلاح کشید. چی؟ چه خیلی سلاح کشید؟ اول به من اشاره کرد سردارم. نتیجه بازی بیشکتوش را از من پرسید. آخر امشب بیشکتوش بازی نداشت. من فهمیدم که اون حادثه شده است. ای شما بسیار خوب. آخر من نفهمیده بودم. وقتی اکای عارف سلاح کشید من فهمیدم که بازی دارد. تو از کجا فهمیدی که بازی اکای عارف به ما سلاح نمیکشد. راست میگوید سردارم. چرا اکای عارف به سوی ما سلاح کشد؟ ای شاهین، تنها تو از این بازی بیخبر بوده ای. تبریک میکنم رفیقان، با یک تیردو نشان زده. حالا باشد دعا میکنیم که عارف شفا یابد. آقای مدیر، اگر کارهایتان تمام شده باشند میرویم. میلش میرویم رفیقان. عارف التجا میکنم چشمات رو کشو. زارم میکنم بگویید آیا صحت میشود؟ نمیدانم خانم دکترها چی بودنش رو میگوید. چی شد؟ با او چی شد است؟ سرش ضربه خورده است. در حال توموگرافی آماده شود. رنگین سری او رو میگیریم. آقای دکتر با او چی شده است؟ حاضر میفهمیم. شما در بیرون استید. در اینجا ایستا میشود. برای بیمار و خودتون خوبترش که در بیرون استید. ما را ناراحت نکنید. خوب شده است او را تبابت کنید. هر کاری که از دست منایت میکنیم. اجازه دید کارمون را کنیم. لطفاً در بیرون انتظار شوید. به این طرف التماس. همه شای بی من شد. خداوند آزاری میکنم. التجا میکنم که محکوم. سومن همین که شنیدم زود آمدم. با عارف چی شد؟ دکترها تشخیص میگذرانند. در حقیقت غمگین شدم. بیا در اینجا شینیم. بیا. مایلش میدونم. از طرف نقطه فروش سوزشواری میروی؟ همین که گذشتیم یکم بیمارخانه است. مایلش تشکر. اکا در کدام بیمارخانه میباشد؟ راست رو کارلوس، راست رو. رفتن گیر، گاز رو زیر کن. پیدا میشود وقتی که نقطه سوزشواری را گذشتیم نمایان میشود. از برای خدا زودتر شو. زودتر شو. این دارو رو گیر. آرام میکند. نمیخواهم. گیر خور. من رو گوش کن. آب را گیر. همه شای بی من شد. هر کسی که با تو فاتحه کند خوشبخت نمی شود. چه خیلی؟ چی رو در نظر داری؟ یگان چیز رو در نظر ندارم. از حادثه‌ای که به سر سلیم اومده بود خبردار هستم. سلیم رو از دست دادی. حالا باشد نمیخوای که عارف رو از دست دهی. چی علاقه دارد؟ تو سلیم رو از کجا میشناسی؟ عارف نقل کرد. غمگین شدم. چرا عارف این رو به تو نقل کرد؟ نفهمیدم. برای تو را یافتن به خونه تو رفته بودیم. بچه همه وقت همش رو به من نقل کرد. هنگامی نقل کردم بسیار غمگین شدم. تو حالا فاجعه رو فراموش نکرده است. چرا در کارهایی که به تو دخل ندارد بینیت رو میخلونی؟ کار تو چی؟ آیا وقتی این گونه سخنها است؟ اگر از حد زیاد گذرانده باشم عذر میخواهم. من از حد گذراندی. سومن چه شد؟ یگان خبر هست؟ نه هنوز نیست. کسی چیزی نگفته است. خدایا او را نگه دار. دکتر برادران، رفیقان بیمار شما هستید؟ بله مایم. بله مایم. رفیقتان به سرش ضربه سخت خورده است، لیکن سلامتیش وزنی نیست. انشالله سرش به قوت بوده است. خدا را شکر. اگر دیگر کس میشد خونی معنی سرش میپیچید. شکر پروردگار. سری او میستی سنگ از سنگ. بولتا این خیلی نگوی. سری خودت این خیلی میباشد.
سری اکای عارف مثل سری دیگر انسان ها می باشد. هم استخوانی سر دارد و هم آینه سر. فهمیدی؟ که ما نداریم ها؟ البته داری برادر. تو هم عقل داری. عقل سلیم. اما عقلت رو کم استفاده میبری. اکای ظریف من با تشنو میروم. برای من فرقش است که بیمارخانه است. حاضر تو رو تو کم میکنم. اگر خواهش در آمدن داشته باشد یک کس میتواند درآید. سومن تو درآ. ما در اینجا انتظار میشویم. درآید. عارف خوب هستی؟ مرا میشنوی؟ برای من شده حیاتی خودت را به خطر ماندی. میدانم چی کاری که بکنم باز هم در نظرت قرضدار میمانم. شاید مرا نبخشیده باشی. شاید تا حال در کنج دلت تو به من غضب داشته باشی. شاید تو حق باشی. من همیشه به تو ضرر میرسانم. باره به حالت نظر کن. شاید این خیلی نباشد. شاید. لطفاً زودتر خیز. بگمانم که حالا خسته نمیتواند. او باید خوب استراحت کند. همه میرود. تو نمیروی؟ نه، من در اینجا میستم. بسیار خسته شده ای. رفته استراحت کن. اگر خواهی من در اینجا میستم. خانم فیضیه راست میگوید. سومن بگذار او ایستد. تو به خانه رو. به یگانجا نمیروم. چرا تو در نزد عارف میایستاده ای؟ خطا نفهم. آخر تو خسته هستی. شاهین بس کن. مهم نیست. سومن عصبانی است. حادثه که به سر عارف آمده از خودش را گناهکار می‌حسابد. اگر یگان احتیاج پیدا شود شر نکن. زنگ زن. شب بخیر. باز در نزد عارف ایستادنی است. راه کرد کارلوس، راه کرد. شیری من بخور. سهر بر وقت اشیاهای خانه رو میکشد. آخر بارتا تا حال نانوشتن نکرده است. اگر لازم شود جهازی خانه را در نیز شب سنگ برد هم میکشانیم. کنی دهانت را بشو. خداوند به همه این گونه زن را نصیب کند. گویا بالده 40 ساله نیم کودکی گهواره است. برادری من انسانی اولی جناب است. خورش رکم. خورش رکم خور. تو رو هم خانه دار میکنیم. آخر تو باید به زن نیستی. این خیلی نگو بالته. کنی تو هم خور. سمبوسه خانم فاطمه بسیار با لذت میباشد. خور. ینگه آیسته دهانش پر شد. پر شدن گیرد. آخر او خانه دار میشود. خور. آفرین پسرکم. برادر جای اینها اینجا نیست. کنی یک ترتیب دراریم. اوی بسم الله. من خودم تو بزن میدیم. انا نازیه آمد. این نازیه است؟ به خدا او است. بیچاره پرسی. خدایا توبه. اوه نازیه جانکی من خوش آمدی. با روزی بودیم. روزی اولی جدا شویمون در روزهای استراحت آمد. آها ببینید کی آمدند. جانکی من. آفرین. دخترکی زیبایی من. این خانه نوی شما است. بله خانه نوی ما معقول شد. ولی جناب می باشد. اتاقی من کجاست؟ کجایی را که خودت خواهی نازنینی من همش اتاقی توست. بیا خانه را به تو نشان دهم. دادا جان این کیست؟ وای امکی حکمت آمدن. خوش آمده دمک. دادا جان این امک کیست؟ آیا او دیوانه است؟ دیوانه یا اولیا خودش میداند. نترس. از او به کسی ضرر نمیرسد.
این کیست؟ چشمانت را کشا. در این کودکا حکمتی زیاد است. انا بین، آنها را خوراندی، کلان شدند، رزق دادی. کودکی خرد بودند، با شیر مادر کلان شدند. شیر مادر را پس نشمرد. این کیست؟ چرا این خیلی سخن میگوید؟ شش، از حکمت او سوال نکن. او تمام خلایق را میخوراند. تو نمیدانی، من نمیدانم. او کارش را میداند. کسی را گرسنه نمیگذارد. آیا از این خانه امید داشته؟ نه راسته گپ، امیدمون کنده بود اما که حکمت. از جایی که در فکرش نیستید به شما رزق میده. اما که حکمت بسیار خوب، لیکن ما 1500 لیره میسپریم. بینش چی میگویی؟ خاموش باش. جاهلی نکن. بیهوده سخن نکن. خاموش شو. آیا تو بود کردی؟ هرگز کار کردم و درآمد کردم نگو. خواندم و آموختم نگو. پریشان میشوی. پروا نکن. او صاحب ملک است. خوب فکر کن. از دیگران عبرت گیر. فراموش نکن. تو مرا فهمیدی یا نه؟ اما که حکمت بسیار خوب. آخر مقصدی من این خیلی نبود. شما مرا خطا فهمیدید. خاموش. با پسی پردن